بچه ها امروز میخوایم با دیاکو یه بازی جالب بکنیم. باید دیاکو توپو یه جوری توپا رو بزنه به میز که بیفته این 3 تا لیوان رو پر بکنه. 5 تا توپ داریم، 3 تا لیوان، باید با 5 تا حرکت 3 تا لیوان ها رو پر بکنه. اگر تونست با 5 تا توپ 3 تا لیوان ها رو پر کنه برنده میشه. خب شروع کنیم؟ آره. 1 2 3. 1 اشکال نداره این افتاد. بعدی 2 اشکال نداره. اون دیگه باخته مامان، از دور خارج شده. یکی دیگه اونو بذار سر چیت نکن. 1 2 3. آفرین دومی رو پر کردی. حالا سومی مونده فقط. توپا تموم شد؟ میتونم پس 2 تاشو پر کردی. امتحان کن اشکالی نداره. بیا سعی کن خونه سومو پر کنی. بیا نه. تا وقتی نیفته میتونی ادامه بدی. آی باختی. سیرسون دوباره با بازی های دیگه میایم پیشتون.